درود به همه شما ملیگراها و پادشاهی خواهای عزیز. امروز یه رشته پیدا کردم به نوشته پسر عاقل نوح توی ایکس فارسی که خواستم یه ویدیو در موردش بسازم چون که به نظرم جالب اومد. اول اینکه در مورد این رشته در مورد چی بود؟ در مورد نخبه هایی که عوامل رجویه هستن توی ایران، یعنی عوامل گروهک مزاحمین خلق هستن توی ایران. اولین نخبه خانم شبنم مددزاده هستش. خانم شبنم مددزاده کیه؟ عضو اصلی تحکیم وحدت بوده و کانون معلمان کرج موسوم به 49. خانواده این خانم از اعضای فعال مزاحمین خلق بودن که توی اشراف یک تو عراق توی درگیری با ارتش عراق خواهربرداراش کشته میشن. مددزاده سال 87 میفته زندان به جرم ارتباطش با سازمان مزاحمین خلق و اینکه با اونا در ارتباط بوده. از این وسط اصلاح طلبایی که نقاب پادشاهی خواهی و جمهوری خواهی داشتن و سازمان حقوق بشری های ساده دلی که اصلا از داستان خبری ندارن و هیچ وقتم خبر نداشتن شروع میکنن به کسونه واویلا بازی که وای چرا یه خانم بایستی بیفته زندان و چرا زندانی سیاسی باید بیفته تو بند مجرمین خطرناک و یا اینکه اصلا چرا اتهامات بی‌پایه و اساس میزنید به یه نفر، چرا انگ مجاهد میبندید به یک نفر. البته تمام سعی و تلاششون این بودش که خانم مددزاده رو سفید کنن وگرنه خودشون میدونستن که این خانم با مزاحمین خلق کاملا در ارتباطه. بعد از تمام این داستانا سال 92 بالاخره این خانم از زندان آزاد میشه و یه راست هم میره بر دل مریم لچک و عکساش منتشر میشه. اما پس کجا رفتن اون فعالین حقوق بشری که یقه های خودشون رو پاره میکردن که این انگ نزنید بر چسمه چسبونید و چی شدن اون اکانت هایی که نفوذ کرده بودن به اسم پادشاهی خواه و جمهوری خواه که داشتن تبلیغات میکردن که این خانم مجاهد نیست. پس اونا چی شدن؟ چرا غیبشون زد؟ و البته ما متوجه شدیم که این خانم شده سوگلی مریم لچک و لباسای گرون قیمت مریم لچک که یک بار بیشتر تن نخورده و از کانادا براش فرستادن تن این خانومه و این در حالیه که بقیه اعضای سازمان مزاحمین خلق شیپیش داره اثر روشون میره بالا چون صابون اونجا جیره بندی، حتی اونا صابون ندارن خودشونو بشورن. خب حالا میرسیم سراغ علی یونسی. برای بررسی علی یونسی و اینکه چجوری شده که تومه مزاحمین خلق شده کامل و احساساتو بذاریم کنار و منطقی بریم جلو. وقتی نگاه میکنیم میبینیم که خانواده علی یونسی کاملا از اعضای فعال مزاحمین خلقن. حالا چطور؟ از بابا و دایی و برادر و خاله ها به نام مینا و زیبا، همه اینا از اعضای فعال مزاحمین خلقن و حتی مدعی هستند که یه دونه شهید هم دادن به نام سید مجید دانشور که دایی علی یونسیه. پدر علی یونسی سال 57 و 58 به دلیل اینکه مسئول شاخه شاهرود مزاحمین خلق بوده دستگیر میشه، دوباره آزاد میشه. سال 63 دوباره دستگیر میشه، به مدت 9 سال زندانی میشه. برادر علی یونسی، برادر بزرگترش رضا یونسی که مؤسس مجله امیرکبیر بوده، سال 85 فکر میکنم مسئولین دانشگاه بهش شک میکنن که این رابطه داره با مزاحمین خلق، آقا اخراجش میکنن و ایشون میاد سوئد، اونجا پناهنده میشه. مادرشون جلیله 2 بار زندانی شده بوده. سال 90 به صورت کاملا سکرت از ایران خارج میشه، برای دیدار با رضا میره به سوئد که از طریق دولت سوئد انجام شده بوده و خیلی مخفیانه و بدون هیچ اثر انگشتی میره فرانسه برای دیدار با ابریشمچی و خانم سروناز چیتسازان که از اعضای ارشد کمیسیون زنان مقاومت
میره دیدار میکنه که ما میدونیم این کار راحتی نیست که کسی که سابقه زندانی سیاسی و ارتباطش با گروهکا بوده بتونه اینقدر راحت از کشور خارج شه و با مقامات بالا رتبه سازمان یا گروهک تروریستی مجاهدین یا مزاحمین خلق هم دیدار داشته باشه. چه کسی میتونسته این جاده رو صاف کنه براش به جز حجاریان و دست برون مرزیشون محسن سازگارا؟ این خیلی یه ولوله انداخته حتی بین خود مزاحمین خلق و سازمان که شاید دستگیری علی یونسی تومه بوده از طریق مادرش جلیله و سازمان که بتونن یه کار تبلیغاتی گسترده برای سازمان انجام بدن که تا حدودی هم میشه گفت موفق بودن، چون که تونستن خیلی برای علی یونسی تبلیغات کنن و این آدم رو به فکر فرو میبره که واقعا چطور یه مادر ممکنه که بیاد بچه جوون نخبه تحصیل کرده خودش رو اینجوری تومه کنه. حتی بقیه سازمان اعدامش هم بودن، یعنی نشسته بودن که علی یونسی به اعدام هم برسه. اینم از داستان علی یونسی. تا نفرات بعدی که پیداشون کنیم: مرگ بر 3 فاسد، ملا چپی مجاهد، جاوید شاه پاینده ایران و بدرود. یه چیزی هم بگم تا یادم نرفته، این که اگه دوست داشتید کانال من رو سابسکرایب کنید و ویدیومو لایک کنید، کامنت هم یادتون نره.